مادر بزرگ، من اومدم. اصلا دلم نمیخواست برم هتل. اون همه زحمت و غذا و امید از بین میره. بیخیال نمیشم ولی کاری از دستم بر نمیاد. میدونم حاضرانم بیخیال نمیشه. لجبازترین آدمیه که تو عمرم دیدم. به هر چی که میگه عمل میکنه. تو به این آدما چی میگی؟ جادوگر؟ اما جادوگر بانمکیه. خیلی دلم میخواد که اونو بشناسی. کاش قبل رفتنش بیدار بشی. خیلی ممنون آقای پلیس. تو بیا اینجا ببینم. بیا. تو حرفای کمیسر رو شنیدی درسته؟ اگه یه بار دیگه ازش شکایت بشه این کارو نکنید. تو چشم فلش نندازید. حاضران پاپاراتزی رو بفرست برن. گورکم جون، مثلا عینک آفتابی زدی واسه خوده؟ این چیه؟ آفتاب که چشمتو اذیت میکنه. تازه پاپاراتزی تو جزیره چی کار دارن؟ بده. ببینم گورکم تو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ به جرم عاشق بودن بازداشت شدم. به خاطر اینکه یکی دیگر رو دوست داشتم زندانی شدم. میفهمی؟ تو خبر نداری چند وقت تو زندان بودم. راستی لباست خوشگله ها. خیلی ممنون. اغراق میکنه. توی یکی از اتاقای کلانتری مهمونش کردن. اغراق میکنم؟ آره اغراق میکنی. همینطوره. ایشالله آیدینم از تو یه دلیل پیدا کنه شکایت کنه تا بفهمی چی کشیدم. راست میگه. وای عزیزم، دوستم تو واقعا به ایدین حمله کردی؟ بیرجیک آروم باش دیگه. نه بیرجیک نه. چی؟ نکنه ترسیدی؟ من چرا باید ازش بترسم؟ رفتم سرش داد زدم تا بفهمه از کاری که کرده خبر دارم. یعنی به پویراسم میگی؟ نه، راستش اگه بهش بگم باور نمیکنه. اون اصلا نمیتونه باور کنه اطرافیانش همچین کاری میکنه. چقدر پویراز میکنه این. وای آزادی. خیلی دلم تنگ شده. من خیلی دلم به حال پویراز میسوزه. اون نسبت به همه وفادار و صادق و قابل اعتماده، اما آدمایی که بهشون اعتماد داره لایق این نیستن. نه هاکان نه ایدی. منم لایق اعتماد اون نیستم. منم به اندازه اونا مقصرم. میشه خودتو انقدر با اونا مقایسه نکنی؟ تو پشیمون شدی و برای جبران کارا داری تلاش میکنی دیگه. چی میخوای؟ حالا هرچی. خب بعضی وقتا که فکر میکنم نسبت بهم حسی نداره ناراحت میشم، اما بعدن رازمو به یاد میارم و میگم خدا رو شکر که حسی نداره. واقعا حسی نداره؟ نه، یعنی نمیتونه داشته باشه. یعنی اگه باشم من اون مثل درخت ساکورایی. درخت ساکورا؟ یعنی همونه ای که گلاش خیلی خوشگلن ولی خب از یه طرفم. دخترا بیاین برای اینکه زندانی شدم اینو برام بخرین. بیاین. بیرجیک تو بخر. باشه. بیرجیک نگاه چقدر خوشگله. خیلی خوشگله. این یکی دیگه است. داره خفم میکنه. ملیسا جون، ببینم تو کافی شاپ تو نوشابه پیدا نمیشه؟ وسوسه این یه چیز دیگه است آلپر جون. خسته نباشی داداش آلپر. ممنون. با تو نبودم. از میدون رد می شدم وقتی دیدم کافه بسته است حد زدم که اینجا باشی. صادق اونجا نیست؟ بهش گفته بودم اونجا بمونم. عزیزم تو هم یه شاگرد بگیر تا مثل من راحت بشی. یه آتش دیگه نداریم که. اینم حرفیه. نهیر چرا برات قیافه میگیره؟ قیافه نمیگیره، اون رسما از من متنفره. نه بابا،
ولی تو هم ازش معذرت خواهی کن. معذرت خواستم داداش آلپر. آها. بیا اینجا. اومدی سرم بزنی؟ تو چرا هتل نیستی؟ بی خیال. انگار بازرسی خوب نگذشته. یه جورایی نمیشه گفت که خوب گذشت. داغون بود. متاسفم. من نمیفهمم چرا هیچی خوب پیش نمیره. میگم یه امید پیدا شد و یه راهی پیدا کردم که موفق بشم، اما بازم به بنبست میخورم. بازم برای مجوز درخواست دادی؟ آره، درخواست دادم ولی به کنسرت نمیرسه. تنها جایی هستیم که موقع افتتاحیه ورشکست میشیم. زمان پرداخت قسط وامم داره میرسه. من اینطوری حرف میزنم تو رم ناراحت کردم. سرم تو کمد مادر بزرگه. تو کمد قبلی خاله عالیه است، میدونم. اندازه یه قدو گرفتم. خوبه. آخ لطیف، خیلی معذرت میخوام، دردت مهم گرفت. نیست، چیزی نشد. اشکال نداره. راستش من امروز اصلا نباید دستم به سوزن قیچی بره، میدونم خودم. خیر باشه، چی شده؟ با خواهرم بحث کردیم، از شب تا حالم اصلا خوب نیست. زینب زنگ زد. خب نه، زنگ که نه، یعنی خوش اومدی. ممنونم. من اندازه‌هاتونو گرفتم، تمام که شد به ایدیل خبر میدم بیاد بگیره. باشه، بعدا درباره اون موضوع بین خودمون حرف بزنیم. باشه. کدوم موضوع بگو تا ما هم بدونیم. چی شد؟ میگفتی شهردار صاف و صادق هستی. ای بابا، ما نباید زندگی خصوصی داشته باشیم، از شهروندا مخفی باشه. روز بخیر. روز بخیر. این 4 تا بلوز بگیر، دکمه‌اشو بدوز. اوه، اینا که خیلی پاره شدن. کار بچه هاست دیگره. اینم درسته. بابا چشت روشن، هتل افتتاح نمیشه. من میخواستم راجع به همین باهات حرف بزنم. پایراز دوباره درخواست داده، میشه کاراشو بکنی زودتر به کنسرت برسه؟ دخترم تو نمیخواستی هتل باز شه، حاضران بره از اینجا؟ آره میخوام بره، ولی اینجوری نمیشه، پایراز ضرر میکنه. تو چرا هر روی سازی میزنی برای ما؟ بابا تو رو خدا خواهش میکنم، تو رو خدا. باشه قربونت باشه. چیز دیگه ایمیل ندارین؟ نه ممنونم. این کافی شاپ اصلا عوض نشده، دقیقا مثل دوران بچگیمه. حتما منظورتون زمانیه که بابام اینجا رو اداره میکنه. اسمت عصبانی، بابا تو اینجوری صدا میزدن، انگار اینجا زمان وایساده. ترسناکه. زینب، لطیف، تو جزیره هستی؟ ممکن نیست. زیاد نمیمونم. خب چطوری؟ خوبه. تو چطوری؟ تا وقتی اینجا بیام خیلی خوب بودم. میبینمت.
بابا دخترم؟ چرا تعجب کردی؟ خانم آشناست؟ آشناست. چیزه که کسی که فکر میکردم دیگه بر نمیگرده. مادر حزیرانم است. میبینمت ملیسا، میبینمت. من به این کارا ادامه بدم، تو هم چیز کن. اوف. مثل رئیس عملیات دستور نده. منم از اکیپ برو استقبال میکنم. باشه؟ منم همینو میخواستم بگم، تو اول گوش بده. اما تو یه طوری میگی که انگار داری دستور میدی. ببینا بازم قیافه‌شو این شکلی کرد. کدوم قیافه رو گرفتم؟ اون قیافه‌ای که خدا بهم صبر بده رو میگم. چون آدمو دیوونه میکنی. اگه اینقدر دارم صبرتو لبریز میکنم چرا اینقدر اصرار داری با من کار کنی؟ همین سوالو من ازت بپرسم. اینقدر از من بدت میاد، چرا موندی تو جزیره؟ مامانه. فردا با هم دیگه قرار داریم. بگذاریم، الان نمیخوام بهش فکر کنم. خیلی خوب شد که شهرداری تایید درخواست تأجیل کرد. نه آره نجاتمون داد. کیک درست کردم، وقتی جشن گرفتنه. چقدر خوب که تو جزیره غیر من یکی دیگه مهمونی رو دوست داره. چی رو جشن میگیریم؟ گرفتن مجوزتونو. تو برنامه دیروز رو فهمیدی. فردا یه بار دیگه میای هتل برای دیدنمون. اما نمیدونم فقط اون موقع برای هدیه چی میخوای بیاری؟ چه هدیه‌ای؟ نمیدونم، فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفته. در ضمن درباره برنامه فردا چیزی نشنیدم. خودم شخصا از بابام خواهش کردم کارتون رو جلو بندازه. اونم دستش درد نکنه قبول کرد. کاش این کارو نمی‌کرد. چه اشکالی داره؟ بازم باشه انجام میدم. چنگال بیارم؟ چایی دارین؟ آره هست، تو بشین من میارم. باش. چقدر خوب. اول خرابش کردی، الان داری درستش میکنی. من هیچ کاری نکردم. الانم دارم به پویراز کمک میکنم. به خودت نگیر. ممنونم. نوشه جون. این دفعه یه جور دیگه درست کردم، ببینم خوشت میاد یا نه. به نظر که خوشمزه میاد. یه بار برای خاله چیزکیک درست کردم، یادت میاد؟ مگه میشه یادم بره؟ بهت گفته بودم میخوای پنیر شیرین بدی من بخورم. آره، اما خوردین درسته؟ بعد از این که من رفتم که دور ننداختین. راستشو بگو. بهتره که من راستشو نگم. پویراز راست بگو، جون من انداختین دور؟ نه نمیخوام بگم. خیلی بدی پویراز. تو هم خیلی کنجکاوی. چطور این تقسیم وظایف رو نهایی کنیم؟ البته اما اول یکم کیک بخوریم بعد. این بار توش فندق نریختم. تو فندق دوست نداری؟ هنوز فراموش نکردی. نه خیر، فراموش نمی کنم. یه دفعه از فندق مسموم شدی، یادت میاد؟ کیک تولدت هم یادمه. نه خیر، اشتباه یادته. خاله عالیه جون. نه تو داری اشتباه. من خوب یادم. میخوام واسط کتاب بخونم. ولش کن، بی خیال. بهتره امشب با هم صحبت کنیم. باشه؟ صدای ادیلو میشنوی؟ معلومه که میشنوی. داره مثل بلبل چهچه میزنه. فرشته نجات پویراز شده. هرچند من حق ندارم چیزی درباره اون بگم. منم تو همین وضعیتم. زندگی پویرازو خراب کردم. الانم دارم سعی میکنم جمع و جورش کنم. اما من اون کارو از عمد نکردم. واقعا میگم، چون از ته دلم خیلی پشیمونم خاله. نمیخوای کیک بخوری؟ نه. تو ایدیلو تنها گذاشتی؟ تو وقتی بی سر و صدا اومدی تو نگران شدم. چیزی شد؟ نه. خب شما انقدر صمیمی و از ته دل با هم حرف میزدین که
من حس زیادی بودن کردم. برای همین نتونستی پیشمون بشینی و اومدی تو؟ آره؟ نه خیر، چه ربطی داره؟ من چرا باید فرار کنم؟ داشتم میرفتم، خواستم قبل از رفتن از خاله عالیه خداحافظی کنم. حالا هم خداحافظی کردم و دارم میرم. خداحافظ خاله عالیه. با عکاسی سرگرمی؟ نمیشه گفت که سرگرمم، ولی هر وقت که دلم بخواد یه چند تا عکس میگیرم. درباره تو یه چیز جدید دیگم یاد گرفتم. هرچند با ایدیل نمیتونم رقابت کنم. چیزی نیست که بخواین دربارش رقابت کنین. وای راز بیا دیگه، چایت سرد شد. بگذاریم، من برم دیگه. بهتون خوش بگذاریم. حاضران. میبینمت. تو هنوز نرفتی؟ نه، این دامنه تا فردا باید تمومش بکنم. اگه تموم نکنی صاحبش از بیدامنی میمیره. آره؟ گرچم گوله این حرفا رو نمیخوره. چون زینب هست نمیره خونه. آره؟ حرف زن، درد و دل کن، خودتو بریز بیرون. شاید دلت خنک شد. دل منم شاید خنک شد. نه، من پشت سر کسی حرف نمیزنم، خیلی زشته. خب حالا بگو ببینم زینب خانم از من حرف میزنه یا نه؟ ببینم تو خواب شبا گرکم میکنه یا نه؟ خواهر من یکم کینه‌ایه. آره؟ یکم؟ کینه ای که اون داره شطور نداره، اما بازم دوستش دارم. آره، اون بهترین رفیق دورتونمه. خیلی خوبه. ها؟ چیه؟ همینجا بمون، همینجوری بمون، تکون نخور دختر. یه همچین رخی نشون بده. آها، یکم لباتو جمع کن، دقیق مثل زینب. دقیقا انگار زینب رو برومه. به اون میزه اونجا نگاه کن، یه زوج نشستن مثل زینب. درباره خانومه بگو. چقدر بی کلاسه ها. اون لباسش چه کفشی پوشیده. نگاش کن تو رو خدا. ای وای، چقدر بی کلاسه. ببین با اون لباسش کفشی پوشیده. نگاه دختر، یکم آب و تاب بهش بده، اینجوری نمیشه. وای چقدر بی کلاسه. ببین با اون لباسش چه کفشی پوشیده. دختر فکر کرده تیپ زده. چقدر بی استایل، خیلی بی شوره. قیافشو ببین. شب بخیر. من اومده بودم آشغالا رو بیرون بذارم.
خب اینجا توی زندگی عادی و طبیعی نظافتچی و این چیزا نیست. کارمونو باید خودمون انجام بدیم. زنده باد زندگی طبیعی. خب در بسته شد. ببینم تو کلید داری یا نه؟ نه دارم. نه اینقدر حواسم پرت نیست بدون کلید بیام بیرون. مرسی. باشه پس شب بخیر. شب بخیر. باز شو دیگه. باز شو. حالا باید چی کار کنم؟ اگه تو رو درستت نکردم الان باید باز شی. یالا دیگه. باز شو. الو، ببین خونه ایدیل با اینجا 10 دقیقه فاصله داره. باشه 1 دقیقه هم صرف شب بخیر گفتن باشه. 10 دقیقه هم راه برگشت باشه. به نظرم توی 21 دقیقه باید اینجا باشه. نه حاضران داری مسئله طرح میکنی؟ من تو مدرسم نمیتونستم حلش کنم. خب پویدراس رفت ایدیل رو برسونه خونهش. 27 دقیقه شده و بر نگشته خونه. به نظرت رفتن تو ساحل یه قهوه چیزی بخورن نظرت چیه؟ آها داره حسودیت میشه. نه اصلا چه ربطی داره؟ فقط برام سخت پویراز گل دروغای ایدیل رو بخوره همین. برگشت. من همینطوری بهت زنگ زدم. باشه بای. گوش کن حزیران، فقط زود جوگیر نشو. باشه الان مثل پویراز حرف زدی و من جوگیر نمیشم، مخصوصا در برابر مردی که بهم توجه نداره اصلا. بخیر. بعد میگن بچه شهری خوابالودترن. تو که دیرتر از من بیدار میشی. تو امروز واقعا سحرخیز شدی. خیر باشه. من تو 24 ساعت هر لحظه‌شو زندگی میکنم. راستش قبل رفتن پیش مامانم، چون که قرار بود برم استقبال بورو، گفتم قبل از قرار با اون یه چند کیلومتری بدو هم انرژی نداشته باشم که باش دعوا و بحث کنم. شما واقعا رابطه عجیبی دارین. راستی امروز باید عکس رو ردیف کنیم. منظورم همونایی که به وبسایت مربوط میشن. من نگو که سردر نمیارم، چون خوب میدونم که سردر میاری. همشو داری میپاچی رو زمین. دستتو بگیر اونورتر. با این یه پر استخون که داری بال میزنی یاد بال مرغ میفتم. چی؟ وای نه. چی شده؟ من باید زودتر وزنه زدن رو شروع کنم. اون وقت چرا؟ مامان حاضران به محض دیدن فهمید دست من حالت شل شدگی داره. ببین وقتی دارم نمک میپاشم چطوری تکون میخوره. تو حرفاشو گوش نده ملیسا. به نظر من که میخواد روحیت از بین ببره. صبح بخیر. لازم نبود دنبالت بگردم. اینجا جای کوچیکه، حتما با هم روبرو میشدیم. تعجب کردم گفتی بشینیم تو میدون. جلوتر کافه‌های مدرنی داریم. اونا برای توریست است، من توریست نیستم. تو با دخترها چی کار کردی؟ چی کار کردی که ترسیدن اون تو وایستادن ها؟ من هیولام؟ ملیسا میشه یه قهوه ساده برام بیاری؟ البته الان.
تو با اون شیشه ها چی کار داری میکنی؟ هیچی. خب پس به اون هتل کهنه برای پرداخت بدهی ها امید بستی؟ فکر میکردم تو خیلی باهوشتری. اون هتل کهنه میترکونه مامان. دست بردار تو رو خدا، تو این جزیره هیچی نمیتونه پیشرفت کنه. حالت این فکرهای مسخره رو گذاشته توی کله داره؟ مامان چه ربطی داره؟ به نظرم خالم خوش‌قلب‌ترین آدمیه که تو این دنیا دیدم. خیلی انسانه، خیلی خوبه. از دخالت کردن تو کار دیگرانم خیلی میترسه مامان. دوست داره خودشو مظلوم نشون بده. بفرمایید. ممنونم. تیشرتت لکه داره. نمیخوای از من عذرخواهی کنی؟ از این که به دروغ گفتم معذرت میخوام، اما تو منو مجبور به این کار کردی. اگه بهت میگفتم که میخوام بیام جزیره که دعوا رو مینداختم. ببین دیدی ماما، این میدانو میبینی؟ من تمام بچگی و جوانیم اینجا گذشت. چقدر جای کوچیک و دوست داشتنیه، اما این کوچیک بودن تو رو هم کوچیک میکنه، رویاهاتو کوچیک میکنه، هدفتو کوچیک میکنه، تحت فشارت میذاره. من اینو فهمیدم و از اینجا فرار کردم. با برنده شدن تو مسابقه طراحی میدونم اینا رو مامان. الان تو توی خطری مامان. من دارم برای یه کاری تلاش میکنم، برای موفقیت هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. خیلی نیاز دارم تو این کار موفق بشم. یه راه دیگه پیدا میکنیم، لازم باشه خونه رو میفروشیم. من اومدم تو رو ببرم. الان یادت اومده بیای دنبالم ببریم خونه؟ سالها پیش کجا بودی؟ ها؟ یادت اولین بار منو بردی تو کالج؟ من اون موقع هر روز منتظر بودم مامانم بیاد منو ببره خونه. اون موقع کجا بودی مامان؟ کجا بودی؟ تو خودت خواستی بری اونجا، چرا به من متلک میندازی؟ چون که فکر میکردم نمیخوای من تو خونه باشم. چرا تعجب کردی؟ من داشتم با غم پدرت سر میکردم، تو به من خبر ندادی. رفتی امتحانتو دادی، بعدش هم آخرای روزایی که میرفتیش خبری بهم ندادی. من تو رو ترک نکردم، تو منو ترک کردی. چون که منو نمیدیدی مامان. تو وقتی داشتی عزاداری عشق تو میکردی منو فراموش کردی. اما اون بابای منم بود، منم داشتم زجر میکشیدم، منم نیاز به دلداری داشتم. دخترم چرا اینا رو قبلا بهم نگفتی؟ چون که خواستم قبل گفتن من تو بفهمی. باشه بی خیالش دیگه، گذشت اینا، تو گذشته موندن. باید به آینده نگاه کنیم. باشه. من اینجا یه کاری دارم مامان، باید تمومش کنم، باید همه بدهی‌ها رو پرداختش کنم. باشه؟ یه راهی پیدا میکنم، بهت قول میدم یه راهی پیدا میکنم. نمیذارم تو توی جزیره پیش خالت گیر بیافتی، فهمیدی؟ مامان من گیر هیچی نمیافتم، خودم گیر میندازم. باشه؟ تو امروز برگرد استانبول، من اینجا کار دارم، جاییم بر نمیگردم. اون نگاه عجیبی که توی صورتته مثل اهل جزیره پر آرامش. مگه چیه ماما؟ جزیره داره تو رو تسخیر میکنه. من بر نمیگردم، تو رو ولت نمیکنم. از اینجا با هم برمیگردیم. آره با هم برمیگردیم. یه درمانی به اسم درمان با موسیقی داریم. اون تو آدما هست. اگه عاشق بشی موسیقی رو میذاری حجامت روح انجام میدی. من یه لیست آهنگ برات جور میکنم، تو کلینیک بذار پخش بشه. باشه امتحان میکنی. خیلی دلم میخواد ببینم کدوم آهنگای دموده رو میخوای بهش بدی. عمو فاطمه حالت چطوره؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ منم خوبم. نهی آبجی بیرجی حالت چطوره؟ تو چطوری؟ منم خوبم ممنونم.
آی تو ساحل بودم، انگار تو این فیلم هنریا بودم. از تنهایی اینقدر دلم گرفت گفتم بیام یکم منو همراهی کنی. بیا دیگه. خیلی دلم میخواست آبجی بیرجیک، اما فصل جدید سریال من شروع شده. بدو میرم اونو ببینم. باشه برو ببین. دختر نره این اونور بگیم مرد موزیک دماده گوش میده. خدا رو شکر که طرفدار بیلی آیلیشی. خدا بهت رحم کرد. بیلی آیلیش؟ وای باورم نمیشه. من توی روم رفتم کنسرتش. انقدر باحال بود، واقعا کلی خوش گذشت. تازه یه تیشرت اورجینالم از کنسرتش گرفتم. باحال نیست؟ نه من اونقدرام طرفدار نیستم. نه ایرم آهنگ آدم گمنامه رو گوش میکنه. استیکرها رو گرفتی؟ نه برای اینجا نمیفرستن. بگذاریم من رفتم. فعلا خدافظ. ککمکی آبجی گلشن چشه تو حتما میدونی. بیا اینجا ببینم. خب استیکرایی که نهیر میخواد کدوم هست تو میدونی؟ یه گروهی هست که آهنگاشونو گوش میده. گورکم جون عزیزم ببین، راستش من و پویروز باهات کار داریم عزیزم. باشه عزیزم، روانم خیلی اذیت میشه، یعنی فکر نمی کنم. ببخشید، معذرت میخوام، ولی باید این کارو میکردم گورکم. مادر و دختر همش به هم گیر میدین. اوی بسته دیگه گورکم، به خودت بیا دیگه. مامانم 2 ماه دیگه اینجاست، فهمیدی؟ اینم لطفا درش بیار. زود درش بیار ببینم. درش بیار دیگه. ای بابا با تو هم صبر کن، اینجوری صاف وایسا. ببین یه لحظه صاف وایسا. صاف وایسا دیگه. موهاتو درست کن ببینم. لپاتو سرزنده کن، خون به مغزت برسه. یه کاری بکن، انرژی تو تازه کن، وگرنه مامانم تو رو اینجوری ببینه ازت دل سرد میشه، ازت دور میشه، رابطتون به کلی تموم میشه. یعنی میگی ادامه بدم؟ آره ادامه بده، به خودت بی زود باش. ببخشید که شما رو دوباره تا اینجا کشوندیم. خواهش میکنم، من امروز گزارش رو تحویل میدم، فردا هم مجوز میگیرم. خیلی متشکرم. مبارک باشه. برنده شدیم، قرار عکس بگیریم. عکس بریم دیگه. بریم. نمیریم که چادر بزنیم؟ نه چه ربطی داره؟ چه میدونم، الان منو میبری وسط یه جنگل، بعدش یه شب اونجا میمونیم، بر نمیگردیم. نه اصلا همچین قصدی ندارم، میدونی نمیتونم یه شب با تو بگذرونم. خوبه. حداقل یه دوربین عکاسی دیجیتال برمی داشتی. خب اما آنالوگ طبیعی تره، اما آهسته تره، اما عمیق تره. ما دنبال عمیق بودن نیستیم، دنبال مناظر زیبا هستیم. ولی همیشه زیبایی تو عمیق بودنه. میگم اول چند تا عکس میگیریم، بعدش هم 1-2 تا عکس پلاژ، دیگه تمومه. اون چیزی که تو میگی همه جا هست. اگه میخوای واقعا متفاوت باشیم جاهای اورجینال تری هم داریم. حق با توه. میدونم حق با منه، اما بازم ممنون که گفتی. به نظرت جای اورجینالی هست که تو این حد و اندازه باشه؟ من فکر نمی کنم. همیشه بهت میگم که جزیره واقعا میتونه متعجبت کنه، تو فقط آماده باش. چرا وایستادیم؟ زود باش، برو، عجله داریم. درسته که ما عجله داریم، ولی نگاه کن، اونا عجله ندارن. یعنی چی؟ صبر کنیم که گوسفندا رد بشن؟
تو ایده بهتری داری؟ دارم. آره. یالا یالا برین دیگه، زود باشین. از اینجا بری لطفاً، برین زودتر، زود باشین. چه جوری میشه به گوسفندا گفت برین؟ نمیشه گفت، همچین کلمه ای نداریم. عزیزای دلم ببینید زندگی کوتاهه، کل وقتتون رو تو راه نگذرونید. یالا برید دیگه، برید از اینجا. رو باز کنید ببینم، رو باز کنید. یالا برین کنار ببینم. نمیخوای کمک کنی گوسفندا رو رد کنی؟ این راه که فقط راه ما نیست، راه اونام هست. برای همین قبول کردم. اگه میگی که میتونی متقاعدشون کنی، بفرما، موفق باشی. تو برای خودت ساندویچ آوردی؟ خائن، خیلی خائنی. گرسنته؟ خیلی. یه دونه دیگه هم تو کیف هست. تو برای من قهوه آوردی؟ ها؟ برای تو که نه، ولی چون وقتی قهوه نمیخوری حمله عصبی بهت دست میده، حوصله‌شو ندارم. یعنی برای من نیاوردی؟ آره خب. اونی که لجبازه خره نه؟ بوزه لجباز، یعنی اونی که لجبازه بوزه. مثلا گوسفند حرف گوش کنه، اینا رو نگاه کن، اصلا کنار نمیرم. تو همیشه اینقدر خونسردی؟ اصلا استرس نمیگیری نه؟ من معمولا با شرایطی که نمیتونم کنترلشون کنم سر جنگ ندارم، نمی جنگم، بی سر و صدا قبول میکنم و تمام میشه. عجیبه، فکر میکردم جنگجو باشی. جنگیدن که همیشه به درد نمیخوره، برعکس خیلی وقتا فقط زمان بیشتر میکنه. تو چی؟ وارد جنگی که بدونی بازنده ای میشی؟ نه نمیشم، شکست خیلی ناراحتم میکنه. مامانم تصمیم گرفت تو جزیره بمونه. میگه نمیخواد منو اینجا ول کنه بره، میترسه به جزیره وابسته بشم. من فکر میکنم همچین احتمالی وجود نداره. خب من اگه بخوامم بمونم، جزیره منو قبول نمیکنه، یه جایی منو بیرون میکنه. اگه اونم واقعا آماده باشه که تو رو قبول کنه چی؟ اگه اینجوری بود بهم میگفت، یعنی نشونم میداد. یعنی تو برای موندن منتظر یه علامتی؟ شاید.
بالاخره رفتن، راه باز شد. وای اینا رو نگاه کن. وای مامانشونو پیدا میکنن نه؟ آره پیداش میکنن، نگران آره نباش. خب وقتی حتی مامانم منو پیدا کرد همه ماجرا بچه هاشونو پیدا میکنن. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره ها؟ این شلوغی برای چیه؟ همه تو اینجا جمع شدین برای چی ها؟ شنیدن برای قراره بیاد میخوام وارد هتل بشن آقا. آها این مردم جزیره با چشم خیر مسلح نمیشدی، خدایی نکرده کور میشی، زیر پیچک ها دیده میشن مگه نه؟ آره برای همین براک جون همه رو پراکنده کن. ای بابا من از اون سر جزیره اومدم. کلی منتظر موندیم تو این گرما. دیگه کی میتونیم ببینیمش؟ کم داری دل منو میشکنیم. وای صدای ترک خوردن قلب تو بود. دل و جیگردار شدی، جیگر خوردی ها؟ یالا زود باشین برین زود باشین ببینم، زود باشید. ببین منو، ببین چی میگم. اون گیتاریسته نیستش، تو اتاقش نیست، فهمیدی؟ فکر کنم رفته گردش. رفته گردش؟ وقتی اومد حتما بهم خبر بده. خب نفهمیدم ناراحتی قلبی داره یا مشکل فشار خون و قند. خبردارم کن اینجا نمیره. زود باشین نرم پراکندشون کن برم. پراکنده سری پراکنده بشی. با مادرت فقط در مورد جزیره حرف زدی؟ من و مامانم زیاد در مورد مسائل عمیق حرف نمیزنیم. یعنی بعد از مرگ بابام اینطوری شدیم. مامانم انقدر تو غم غرق شده بود که یادش رفت منم عذاب میکشم. ناراحت شدم. نه نیازی نیست ناراحت بشی. اتفاقا برعکس، به لطف همین من یاد گرفتم روی پای خودم وایسم. حتی برای من مفید بود. خیلی خوبه که آدم بتونه تنهایی روی پای خودش بایسته، اما بازم آدم دوست داره بدونه اگه بخوره زمین یکی هست که دستشو بگیره. راستش منم برای همین سعی میکنم زمین نخورم. اینجا واقعیه؟ اینجا یکی از جاهایی که دوست دارم ازش عکس بگیرم. وای حتی تو کارتونام همچین بنفش زیبایی ندیدم. این همه زیبایی رو ببین. مزرعه استخدوسه، ازش لذت ببر چون بعدن همچین جای قشنگی باقی نمیمونه. بوی خیلی خوبی دارم. باز میخوای با دوربین آنالوگ عکس بگیری نه؟ بیا. تو آوردی شاره؟ به خاطر کار. یعنی چون من گفتم نیاوردیش؟ به خاطر اینکه وبسایت عجله داره. باشه هرچی تو بگی. Ben ardında yaşlı keman sen deli saz. Hangi telden bu? Ne yiyeceğiz ne deneyeceğiz? Sen çaldıkça ruhumda başlar bir ayaz. Kuytu bahçemde baharsın. Sen gül de güller utansın. Nasıl da toprak kokarsın o. İçim yanar olmaz olmaz. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri. این راه به جایی ختم میشه مطمئنی؟ چی شد؟ خسته شدی؟ اگه بگم خسته شدم چی کار میکنی؟ کولم میکنی؟ نه تو رو اینجا ول میکنم و خودم میرم. جوابی که از پویراز انتظار داشتم همین بود.
راستش بعضی وقتا احساس میکنم یه ذره احساس تو صورتت دیدم، اما بعدش چی میشه نمیدونم. میفهمم که اشتباه کردم، چون که تو سنگدلی. سنگدل. کی؟ من سنگدلم؟ تو ببین دقیقاً مثل این سنگ. چطوره ها؟ دقیقاً عین قلبته. به نظرم اینو بذاریم اینجا، با این برو این برو اون ور، هر چی باشه قلبت اینه دیگه. نگاه، درختی که قرار ازش عکس بگیریم. گفتی چند سالشه؟ تقریبا 1500 سال. 1500 سال؟ آخه چطور تونسته اینقدر زنده بمونه؟ چون ریشش خیلی قوی و عمیقه. حتی اگه شاخه‌هاش هم ببریم بازم شاخه جدید در میاره و بعد دوباره به مقاومت کردن ادامه میده. نگاش کن، از جونش مایه گذاشته و به این زندگی و این دنیا چسبیده. Acıyor kalbim mazluma. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz olmaz. Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri yıkıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz olmaz. نوش جونتون. این قرابیه چیه؟ قرابیه جزیره از هیچ کس هم جز ملیسا دستور پختش بلد نیست. خسته نباشی. ممنون. میشه یه دونه واسه منم بیاری؟ البته حتما. بفرمایید. متشکرم. خیلی خوشمزه است. یه بشقاب دیگه میشه برام من بیاری؟ بهت گفته بودم. اصلا از پویراز انتظار نداشتم. پویرازی همچین کاری نمیکنه. کار پویراز نیست، این کار حاضیرانه. گفته از اهالی جزیره که پول عایدمون نمیشه بهتره بیرونشون کنیم برن دنبال کارشون. ما که نمیخواستیم مزاحم شیم، امضا میگرفتیم و میرفتیم. دقیقاً حق با شماست. این از شهر پا شده اومده اینجا داره با مردم جزیره این رفتارا رو میکنه. به چه جرأتی آخه؟ حالا شما هی به مهمون نوازیتون ادامه بدین. فردا که توی کنسرت راتون نداد به من نگین نگفتی ها. انتظار من انتظار داشتم. آقا چی شده؟ آقا نکنه گرسنه شه ها؟ چه گرسنه‌ای؟ یه سینی قرابیه یه جزیره رو خورده. ای بابا آقا صادق چی شده؟ نمیدونم داداش یه دفعه بیهوش بشکنم شد. ببینم. باید ببریمش بیمارستان. آره چه بیمارستانی؟ نمرده که. من تا حالا هیچ وقت مشتریمو نکشتم. با تاکسی قاچاق تو میبریمش. آره داداش اونو مراقب میخواد باش، چیکار؟ آقا، عجله مراقب باش. نکن. نمرده زود باشه. باشید زود باشید سوارش کنه. یه جای دیگه مونده که میخوام نشونت بدم. یعنی برای وبسایت یه جایی میخوام نشونت بدم. ببین راهش یکم بده ولی چون دوست داری بری من دیگه هیچی نمیگم. از اینجا بریم ولی مراقب باش. باشه. مراقب سرتم باش. چی شد؟ ببینم وای یه لحظه صبر کن آب بریزم. بس دیگه عکس دیگه بسه. خیلی عکس گرفتیم، خسته شدیم. الو حاضیران فوراً باید بیاین. چیزی شده؟ ازم شکایت نمیکنه که. نه دخترم چه ربطی داره؟ تو باید از کجا بدونی به شکر حساسیت راست داره؟ میگی؟ کم مونده بود تیتر خبر بشم که شیرینی فروش مشتریشو کشت. چی شد؟ خوبه؟
خوبه، سرم زدن بهتر شده. ایدیل سلامت باشه، اون اومده کمکمون. دستش درد نکنه. ایدیل سریع اومد. میدونید که پرستاری خونده دختره. چی شد؟ نگران نباشین، خوبه. منم کنترل کردم، امشب اینجا میمونه. خدا رو شکر. منم باید بمونم؟ نباید بمونم. نه بمونم پیش یه آدم غریبه چیکار کنم؟ ملیسا جون لازم نیست. ببینم تا فردا کاملا خوب میشه مگه نه؟ اینجا پای مرگ و زندگی یه آدم در میونه از کنسرت حرف میزنی؟ تو چند لحظه پیش گفتی خوبه، برای همین. به قدری که بیاد کنسرت خوب نیست. چند روز باید اینجا استراحت کنه. میگم حالا که اومدم اینجا یه آرام بخش بخرم بخورم. نمیتونم به کنسرت بدون اون فکر کنم. آروم باش خاله جون، همش حل میشه. کافیه فقط سلامتی باشه نه؟ البته. وای ایدیل جون من، سری حلش کرد. این چه حرفیه خاله سلما جون؟ وظیفمه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دیگه بریم هتل. حداقل درباره اینکه چیکار کنیم حرف بزنیم. نه من اصلا نمیتونم با بورا روبرو بشم. اول باید خودم آروم کنم و رو خودم کار کنم. حاضیران یکم آروم باش. میریم هتل، اونجا آرومتر میشی. نه من دیگه نمیخوام دیوار خراب کنم یا چایی بخورم. آرایشگاه جزیرم که داغونه نمیشه. تو هم همش دنبال بهونه‌ای که جزیره رو مقصر بدونی. نه برای اون نگفتم. من از جزیره متنفر نیستم. من حتی تا الان هیچ جا رو اینقدر دوست نداشته بودم. بگذاریم. من باید ذهنم رو جمع جور کنم و راه برم. هیچ تقصیری تو کنسرت ندارم. میشه تو کنسل شدنش بنویسی گورکم هیچ تقصیری نداره. میشه این کارو بکنی؟ ما هنوزم وقت داریم باشه. اگه نشد به پدر بیرجیک میگم از استانبول یه گیتاریست دیگه بفرسته. یه جوری حلش میکنم دیگه. برو گیتاریست جدید نمیخواد که آخه. آی من باید فکر کنم. لازمه که آروم باشم گورکم. اوف سرم درد میکنه. داره میتره که رسما. معلوم شد. خیلی زیرپوستی خواستتو گفتی ها. گورکم اینم نوشیدنی تو همون جور که خواستید، خنک و لیمویی. تو خونم همین انتظارو دارم. ولی ببین تو خدمات صورت خندون خیلی مهمه. اصلا حال مسخره بازی ندارم آبجی. حرف آبجی تو گوش ندی اینجوری میشه دیگه. اما من میدونم که چجوری نهیر تو رو میبخشه. آتش جون ببین من یه فکری کردم. از جانر بخوایم جلو خونشون بزنه و تو هم بخونی ها؟ موافقی؟ واقعا دلم برات میسوزه. تو با این افکارت همیشه مجرد میمونی. آها اگه بگم اینطوری مخ چند تا دختر رو زدم یکم بد میشه. داداش آلپر اون انگار مثل اعتراف عشق میمونه. من فقط میخوام عذرخواهی کنم. اونو بیخیال. من چیزی که نهیر میخواست بگیره و نتونست و پیدا کردم. از کجا پیدا کردی اینو؟ خب دیگه آبجیا خوب میدونن. خیلی آدم باهوشی هستی. آره حتی از بعضیام بیشتر. الانم این دختر باهوش میخواد بره ساحل. خداحافظ. روز خوبی داشته باشی.
بدنم استراحت کرد آره، اما روحم هنوزم توی استرسی. این گیتاریستم خیلی مشکل داره ها، اصلا حق نداره تو رو به این وضع بندازه. یارو مریض شده بیرجی، خب چی کار کنه؟ نمیتونی پشتش حرف بزنی. گرکم حرف زیاد میزنه والا. پویروز میگه مشکل رو حل کردم. خیلی عالیه. آخه این چی شالیه؟ آخرین باری که این پیامو فرستاد ادا رو تشویق کرده بود از جزیره بره. قطعا رفته به برو گفته کنسرت چیز بی خودیه، اونم از رفتن روی صحنه پشیمون شده. میفهمی؟ این سیستم راه حل پویروزه. اوف دیگه قدرت ندارم با تو بجنگم. عقب نشینی میکنم، عقب نشینی. آره بیا. مامان به خالم میوه بده. نه دخترم، از این میوه ها نمیخوره، از میوه های تروپیکال میخوره که ما هم از اونا نداریم. نهیر به مامانت بگو من میوه تروپیکال اصلا خوشم نمیاد. خیلی برام مهم بود. شب روی مبل خوابیدم، همه جام گرفته. امشب توی اتاق میخوابم. نه نمیشه. امشب من اینجا میخوابم. ول کن، اینجا تخت من آخه. برو کنار، تخت پدر و مادر منم هست. ول کن. گفتم ولش کن. ولش کن. گفتم بسه. شما دوتا توی اتاق قدیمیتون بخوابین، اینجا مال منه. خیلی زشته به خدا. یالا زود باشین برین تو اتاقتون، صداتونم نشنوم. زود باشین ببینم، زود باشین برین دیگه. منم خوب جادوگریم. پویروز سلام. کسی که میخواد وبسایتو بزنه میخواد عکس‌ها رو ببینه. باشه الان میفرستم. منم نگاه کنم. باشه ولی کامل آماده نشده. اینجاست. خیلی خوشگل شدم. تو واقعا با استعدادی. میگم اگه یه روز برای مجله مصاحبه دادیم اینجا عکسامونو بگیریم باشه، خیلی قشنگ بود. مصاحبه برای هتل؟ آره به زودی کل ترکیه از هتلمون با خبر میشن و همه میخوان با ما مصاحبه کنن. خب بعدش هم میخوام از اینجا عکس یادگاری داشته باشم، یعنی برای آینده میخوام. شاید یه روز بشه. باشه. راستی تو برو قانع کردی که با گیتاریست دیگه بره رو صحنه؟ کاری که گرکم نتونست بکنه رو تو کردی. خیلی شوکه شدم. حالا کی هست؟ مشهوره؟ ما میشناسیمش؟ کیه؟ من بعید میدونم. باشه حالا کی میاد بگو که بریم استقبالش. اون از آدمای جزیره است، از جایی نمیاد. نه بابا. چطور یعنی؟ خب یعنی اولین بار شانس به روی ما خندیده. بعد مدت ها قرار راحت بگیرم بخوابم. شب بخیر. همچنین.
وبسایتمون در حال آپدیته. من آدرس رو برای شما میفرستم. الو، هتل درخت بفرمایین. شما هنوز اینجایید که باید بگم که فعلا اتاق خالی نداریم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. نبینم از جات جدا شدی یا فهمیدی؟ فهمیدم. فکر نکنی چون دختر سلما هستی فرق داری برام. محافظا کی اینجا محافظ است دختر؟ کی اینجا محافظه؟ هتل درخت بفرمایین. در خدمتم آقا گورکم جان قشنگم. از همه چی باید با خبر باشم، فهمیدی یا نه؟ هیچ کس رو قاچاقی نباید ببینم، هیچ کس، مخصوصا تو کنسرت. از حقوقت کم میکنم. شما نگران نباشید، بودن شما اجازه نمیده پرنده پر بزنه. آفرین به تو پلی. یالا ادامه بده، زود باشین. هتل درخت بفرمایین. والا منم نفهمیدم چطور تونستن دوباره مجوز بگیرن آقا دویگون. برای منم سورپرایز بدی شد. آره حق دارین، منو فرستادین اینجا که همینا رو بفهمم دیگه. حق با شماست آقا دویگون. ببینید آقا دویگون، کنسرت هم مهم نیست. تضمین میکنم اون هتل اونقدر نمیتونه در بیاره که پویراس بتونه وامشو پس بده. آره وقت منو نگیر، نمیبینی چقدر کار دارم؟ فقط 2 دقیقه. اگه باز راضی نشدی برای همیشه حتما متنفر شو. بیا خودت ببین. من برای اینا میمردم. میدونستم خوشت میاد. حالا منو میبخشی؟ دربارش فکر میکنم. میزا خالی نباشه، حواستون باشه. خب چی کار میکنی؟ این کار توه؟ این کار توه؟ تو دستبندمو ندیدی؟ جایی که هدیه رو آورده بودم پیدا کرد. خب هدیه قشنگیه، چشمت روشن. به نظر تو واقعا کلاغ آوردتش؟ آره دیگه عزیزم، کی میتونه بیارتش؟ حتما کار کلاغه. یعنی نمیدونم. خب شایدم کسی آوردتش که فهمیده این دستبند برام مهم بوده. داداش سیستم صوتی مشکل پیدا کرده، میشه نگاه بندازی؟ سیستم صوتی بیارش اینجا زیتون رو انقدر فرار نکن. زود باش ببینم، زود باش. هلو ببین، باورم نمیشه. پس امشب قراره خیلی خوش بگذره. دستبندتم که پیدا کردی؟ پیدا نکردم، یکی برام آورد. پویراس؟ یعنی جز اون کاری کی میتونه باشه؟ حاضران، این پسر دیگه باید چی کار کنه؟ پرسیدم اما اعتراف نکرد که اونا برده. هرچند اگه پویراس حسی به من داشته باشه میاد رو کپوس کنده به هم میگه، مگه نه؟ میگم نیازی به این کارا نیست. من تو هر چیزی الکی دنبال نشونم، وگرنه خب طرف خیلی روکه. یالا پسر، یالا وایساده نگاه میکنه. زود باش ببینم. گیتاریست کجاست؟ اومد؟ نمیدونم، حتما اومده دیگه. یعنی چی حتما اومده؟ چطور ندیدیش؟ حتما پشت صحنه داره تمرین میکنه، چه میدونم. من که نمیتونم به همه چیز رسیدگی کنم. بورای فوق‌العاده‌ای، بورای محشر. حاضران تو کجایی؟ عزیزم آخرین بار تو اولین کنسرت هم دیگه. خب تو خودت میدونی که ما کنسرتای تو رو هیچ وقت از دست نمیدیم، اما خب درگیر کار یه کنسرت اینجا بودیم. اینجا خیلی قشنگه. خوشم اومد.
اینجا عالیه. یه اتاق خیلی خوب برات آماده کردم، دیدیش؟ خیلی خوب شده. همه چی عالیه، ولی میدونی که اگه شما نبودی من نمی اومدم. مایی چقدر خوبه که هستی. خیلی ممنونم که اومدی. همه چی عالیه. فضا محشر سیستم صوتی هم خیلی خوبه. همه چیزو پویراز آماده کرده. پویراز بیا تو رو با بورای آشنا کنم. پویراز بورای پویراز. با هم آشنا شدی؟ یعنی چی؟ کی و کجا؟ ما دم در همدیگه رو دیدیم. خیلی خوب. پس راستی برای گیتاریستم بازم متاسفیم. خوبه نتونستی جلو خودشو بگیره. کم مونده بود کنسرتمون رو خراب کنه. خدا رو شکر حلش کردیم، تموم شد. چطوری حلش کردیم؟ سورپرایز منه. یه استعداد جدید کشف کردم. چه سورپرایزی؟ ای بابا چه کنترل صدا میکنم. باشه برو، باشه عزیزم. فعلا میبینم تو. خب پویراز کجاست؟ بازم از شلوغی فرار کرد نه؟ از دبیرستان تا الان گیتار نزده. ببین ملیسا، حتما دیگه چاره جزی نداشته. به نظرم این نیست. به خاطر حاضرانه. واقعا Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Oh, oh, la, 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 la. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir aymaz. Sana yazmayınca harflerim biterlik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. خیلی سورپرایز شدم. اگه
لازم باشه اعتراف کنم که به هدفت رسیدی. من نمیدونستم گیتار میزنی. خیلی وقت بود که نزده بودم. خیلی وقت بود که گیتار دستم نگرفته بودم. خب دیگه چه رازی داری پویراز؟ یعنی عکس میگیری، گیتار میزنی، دیگه چی؟ اینا که راز نیستن آخه. تو راز داری؟ بله بوراک. چی داری میگی؟ چه اشتباهی؟ باشه تو به یلدی زنگ بزن ببین اتاق خالی داره بفرستش اونجا. اگه نشد به داداش امین زنگ بزن، منم یکم دیگه میرسم. چی شده؟ تو رزرواسیون هتلی اشتباهی شده. یه زوج اومدن اتاق خالی نداریم. من برم حداقل بفرستمشون یه پانسیون دیگه. باشه. منتظر بمون تا بیام. باشه؟ هستم. نریا. خاله عالیه لطفاً بگو کارت اشتباهه. بگو مثل یه دزد وارد کارخونه‌اش شدی، مدارکشو دزدیدی، تو پویرازو تو این شرایط سخت قرار دادی. الانم با چه رویی میخوای دلشو بدزدی آخه؟ تو اصلا خجالت نمیکشی دختر؟ خواهش میکنم اینا رو به هم بگو تا به خودم بیام. تو رو خدا خواهش میکنم. کارخونه دزدی. من خیلی پشیمونم، واقعا پشیمونم، واقعا. تو از چی پشیمونی؟ Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla.
dışarı çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce çiftlik dışarı çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir,